یکی دیگر اصحابی نه کی میگیرد؟ نرگیز یا که دیگه بیستی دمورم بیره سبیوی نگاه کن من در اینجا استاد دولتمند خال را ببینم که نه فقط از سفر ترکیه آمدن، از ایران آمدن، از چند دولت روی جمهور حاضر آمدن و امروز برای تبریک استاد در روی صحنه می‌خوانیم. استاد عزیز مرحمت، ارتیست خلقی تاجیکستان دولتمند خال و دوست جانی من هستند، همکار هستیم، همکس هستیم. شما از سفر دور شما تشکر. من راست ساعت 5 فرمودم در روز در مملکت اروپا بودم در فستیوال بین المللی نوروز که در مملکت هلند برگزار گردیده بود و توسط این در مملکت‌های آلمان و بلژیک و ترکیه و دیگر چند جایگه برنامه اجرا کرده، لیکن حرکت کردم که من در همین مجلس مارخسار شرکت ورزی نمایم، چونکه مارخسار با ما چندین سال و سنی چندین سال در خانه رادیو در پیش ما کار کرد، در انسامبل دریا هم کار کردم، در انسامبل فلک هم تا چند سال اخیر با ما بودند و من یک چیزی رو همیشه گفته بودم و بازم خواهم گفت که کسی که گذشته خود را یاد میکند و به نیکی پیش رو میارد او آینده خودش را به زودی دیده میتواند، چون مارخسار همان مارخساری هست که با لباس ملی خود با همون زیبایی صمیمانه خودشان تا به امروز بالای صحنه ماندن و خواهم که ما بازم و یک چیز دیگر رو میخوام کمتر تکان دهم که مارخسار یگانه خواننده سنتی است، خواننده سنتی، خواننده ملی که همون صنعت ملی را از پا در صحنه ماندنش که شروع کرد و تا بخیر رساندنش نه هر کس این را میتواند کرد و بزمه گرفت، لیکن مارخسار همین تا بخیر آورد اجرا کرد. بعضا جنجالای کاری داشت، اصابش بسیار سخت ما در روی آدم بسیار، لیکن دل بسیار صاف پاک دارد مارخسار. ما به قلب پاک صاف مارخسار همچنین در خانه شدم، همچنین مادر بدن بالای نبیراشون دوی مهربان میگفتم، مهربان دوی میگم که بسیار مارخسار خدمت کردن و باز هم انشاءالله مردم میتوانند که قدردانی کنند خدمت مارخسار، لیکن ما همین ساعت آمدیم تا رفتیم حجتمون رو باید کردیم، هم که دست خالی آمدیم مارخسار چون کنیم چی خدمت بود یا یک فلک بزنیم یک فلک بزنیم استاد اومدن شما برای من یک توفه است که دوستای خیلی مانده هستند، خیلی دوست میدارم استاد من. من فلک میگیم اما رایل است بیارش برای که اکنون ما زنده یک سرودی همین بسیار بیدارم که جوارا را پر بسته دارم شاه آنا هم میده اما میخونه باید به هم با یک فلک دیگر میزنه برای باید اروپا داکم فلک بفتیم با همتون کسی که با قدر هنر رسیده است امروز با خاطر هنرمندان
و اینجا قدم منزل آمده من سر سجده پیش همه شما رو دارم. زنده باشید. همین جنجالی تو مهربانی بازو همیشه یاد میگفتن که من بسیار سخت‌کار بوده، طلباتم سخته. بعد من با آدم جمع کنم بسیار با او دوست میشم. آدم رو دوست دارم و شو میبینم. استادش رو ناز حس کردم، من بیشتر جمع میکردم استادی کم کم دروغ میگفت. بعد بعضا جمعش میکردم استاد رو دروغ نگفت. برای استاد رو گفتی من فهمیدم تو. همیشه شوخی کرده فکر شوخی کاری است. من شکرانه میکنم که امروز تا 45 سال من روی صحنه هستم تا امروز یک دو شنونده اصیل دارم و مثل دولتمندخواه مثل استاد فیضعلی حسن مثل لاله بانو عزیزова مثل که دولت نظریو سنگلی میرزایو حیاتوی امینова اکای دانه بهرام همیشه همکار و همسفر بودیم میمونیم انشاءالله تا آخر عمر. شوخی هم نکنید نمیشه باید خودشم زنی از خواهری است که بدیدن هم هستم باید زیادتر در عدیل بگیم
شوی خراسانیم رستمی دستانیم شوی خراسانیم رستمی دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمد شاه پناهم دیده از ایران آمدم آه نگاهم مکن که گناه آمدم شاه پناهم دیده از ایران آمدم آه نگاهم مکن که گناه آمدم که گناه آمدم که گناه آمدم شما را دیدیم که همه گناه دوستان پیش باشه دست شما پر است همیشه استادی استادان زنده و سلامت باشید خوش آمدید نوری دیده با همه شما دوستان زرمان تشکر ما روزگاه خوب نکی خیلی خاطر زورم زور میگم خودی هم زورم تشکر معلم هم که هستن؟ بله معلم هم سلام سلام من شاهنامه معلومه اثری بزرگی است در ایجابیات معلومه شاهنامه وطن است در بعضی مملکت‌ها 5 مراتب از صحنه من برآمدم باز به خاطر شاهنامه باز طلب کردم همیشه شاهنامه را همراه خودم میخوانم چونکه اثری است که اون با موسیقی بنده بسیار خورنده آمد و زیبنده آمد و من هم فکر میکنم که یک خدمت هم برای معلم هم و برای ملت چونکه شاهنامه اثری است که به همه ما و شما معلوم است من زنده باشید همین از
تاریخی